یک بار گوش کن من مادرم من کودک نیستم. قصه هست پر از ماجرا، پر از زد و خوردها. پسری من از هیچ چیز کمبودی نداشت. راست اون محبت حقیقی پدری رو میدونست. متخصصان باشند کمبودی فیلم‌ها و بزرگگیر نشدنی سینمای وطنی را با عامل‌های گوناگون شرح می‌دهند. چند جنجال‌های چشمرسی هم کردید. مثلا در فیلم پیمان با تهمین رجب و من با این گفتن نمیخواهم که ما خوب کار میکنیم، ما بهترینه. خدا تکنون بگو که من ظالمم. پدرش اونها رو پرتافته گویختر رفت. اینها چشم به دستی کس دارن. فیلم تانگونو در فستیوال بارسلونا در اسپانیا باید اشتراک کند. خودتون این گونه موضوع رو دوست می‌دارید یا اینکه فکر می‌کنید که تماشابین معاصر به این خیلی فیلم‌ها نیاز دارد؟